پیش از همه ملاقات جناب رابرت بلیک با نمایندگان سازمان‌های جمعیتی مقصد از این تبادل نظر اوید به وضعیت جمعیتی سیاسی در تاجیکستان درباره شرایط کار جامعه شهروندی در کشور و همچنین مشکلاتی که پیش روی این سازمان ها هست در سمت حمایت حقوق و رعایت آزادی بیان بود و برای فعالیت من بعده هم سازمان های جمعیتی مفید بود و همچنین شاید برای تکریزی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا یک فایده داشته باشه. اون چیزی که از جانب اشتراکداران گفته شد این مربوط بود به حمایت حقوق انسان در تاجیکستان، آزادی های شهروندی، مربوط بود به شکنجه. البته در جریان صحبت اون دستاوردهای مثبتی که در سیاست تاجیکستان در قانونگذاری تاجیکستان بود تاکید کرده شدند. البته در اینجا برای تحلیل موردهای مشخص امکان هم نبود برای که وقت محدود بود.